سلام به همه. سفر به قریه دهن آبدره ولسوالی پنجاب بی‌بنده باشید. لایک و کامنت یادت نره. چنل یوتیوب پوهاند ایسی جعفری سابسکرایب نمایید. سلام و درود به همه شما همراهان عزیز و دوست داشتنی کانال ما. عید سعید قربان، عید بندگی، ایثار و تسلیم در برابر فرمان الهی بر همه شما مبارک باد. انشاءالله که در این روز بزرگ گره از مشکلات همه باز شود و طاعات، عبادات و قربانی‌های همه ما و شما قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. بامیان و در آغوش ولسوالی زیبای پنجاب. در این ویدیو قدم به قدم با هم به تماشای قریه‌ای می‌رویم. قریه دهن آبدره، پیوند تاریخ، طبیعت و زندگی ساده و صمیمی مردم در هم آمیخته است. اگر به دنبال آرامش کوهستان و اصالت پنهان در دل صخره‌ها هستید، در این 3 دقیقه با من همراه باشید. چالش‌ها، امیدها و پتانسیل‌ها، نمای راه‌ها، مکاتب یا جزئیات قریه. قریه دهن آبدره با تمام زیبایی‌هایش حکایتی از محرومیت و در عین حال امید است. زمستان‌های سرد و راه‌های مواصلاتی دشوار زندگی را در این جغرافیا سخت می‌کند، اما قلب‌های مردم اینجا گرم است. نسل جوان این قریه با شوقی وصف‌ناپذیر به سوی مکاتب و تعلیم قدم برمی‌دارند تا فردا روزی خودشان آبادگر این خاک باشند. این منطقه نه تنها یک ساحه مسکونی، بلکه نمادی از پیوند در ولسوالی پنجاب است که نیازمند توجه بیشتر برای توسعه، بازسازی سرک‌ها و حمایت از دکانداران و دهقانان محلی است. زندگی روزمره، زراعت و تلاش مردم، نمای مردم، زمین‌ها و مالداری. در دهن آبدره، صبح‌ها با آواز پرندگان کوهستانی و عطر نان گرم سنتی آغاز می‌شود. زندگی در اینجا با بوی خاک، زراعت و مالداری پیوند خورده است. دهقانان این قریه، قصه‌گوی سالها تلاش و زحمت است. آنها در دل این خاک سخت، گندم، جو، لوبیا و کچالوی نامدار ولسوالی پنجاب را پرورش می‌دهند. زنان و مردانی که مظهر سخت‌کوشی و استقامت هستند و با وجود تمام چالش‌های اقلیمی، آفات زراعتی و زمستان‌های طولانی و پربرف، هرگز لبخند رضایت و مهمان‌نوازی را فراموش نمی‌کنند. دسترسی به خدمات. به دلیل همجواری مستقیم با قلب پنجاب، مردم این قریه نسبت به سایر مناطق دوردست، دسترسی بسیار بهتری به مراکز صحی، مکاتب، ادارات دولتی و بازار خرید دارند. فرهنگ و مردم شناسی. ساکنان این قریه را مردمی سخت‌کوش، صمیمی و بسیار مهمان‌نواز تشکیل می‌دهند که با وجود چالش‌های زندگی در اقلیم خشن کوهستانی، فرهنگ همیاری و اصالت‌های بومی خود را به خوبی حفظ کردند. وضعیت اجتماعی، معیشتی و فرهنگی. شغل و اقتصاد. ساکنان قریه دهن آبدره ترکیبی از دهقانان، مالداران و دکانداران بازار مرکز پنجاب هستند. زراعت در دامنه‌های اطراف شامل کشت کچالو، گندم، لوبیا و جو است و پرورش مواشی نیز نقش مهمی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. سفر 3 دقیقه‌های ما به قریه دهن آبدره به پایان خود نزدیک می‌شود. تماشای غروب آفتاب از این پشته تاریخی، یکی از زیباترین تصاویری است که می‌توان در کل پنجاب تجربه کرد،
جایی که نور خورشید به آرامی از روی سقف خانه‌ها سر می‌خورد و جایش را به آرامش شبانه کوهستان می‌دهد. تشکر که در این سفر تصویری همراه من بودید. اگر این ویدیو حس خوبی از اصالت و زیبایی پنجاب به شما منتقل کرد، اون رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظراتتون رو درباره این قریه زیبا برایم بنویسید. تا سفری دیگر و معرفی گوشهای دیگر از وطن، خدا یار و نگهدارتان.